جوانمرد کسی است که تیشه در ریشه خودش نمیزند. جوانمرد کسی است که آتش به دامن خودش نمیزند. جوانمرد کسی است که برعکس برای زن و فرزندش جانش را فدا میکند. این جوانمردی است. خیال میکنی آب دیده این خواهر را خدا نمیبیند؟ خیال میکنی این بی اساس سوختن این را خدا نمیشنود؟ خیال میکنی تو از دیگر و از دیگر و از دیگر از این پول و مال و از مال دنیا برکت میابی؟ سوختن تو به چشم خودت میبینی، به هزار مصیبت گرفتار میشی. چرا؟ از آه دل این خواهری که به اساس میان راه گذاشتی. برای چیز؟ آبروش حفظ بود، پاکدامنیش هست، عفت و پاکدامنیش ثابت است، سرسودا و جان فدا است. تو را از حد زیاد طلب نکرده است، چیزی نخواسته است. اما کسی که نامردی میکند اینا در اصطلاح عرفانی ستم میگه، ستمگار. پیامبر صلی الله علیه و میگه که از دعای مظلوم بترس اگر چندی غیر مؤمن باشد و خدا ایمان ندارد، چون در وقتی مظلوم ستم دیدنش اگر دعا کنه دعای اونم قبول میشود. چی بماند به خواهر و مادر پاکدامنی که میان راه به اساس گذاشتن.